گشایش دوباره گذرگاه اسپین بولدک چمن. گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از تنش‌های مرزی طالبان و نیروهای مرزی پاکستان دوباره گشایش یافت. تأکید نماینده ویژه ایران بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. حسن کاظمی قمی میگوید که ثبات در افغانستان به گونه مستقیم به تشکیل یک حکومت فراگیر بستگی دارد. وعده یونیسف به همکاری برای مردم افغانستان در زمستان پیشرو. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به 111,000 خانواده کمک نقدی خواهد کرد. و در زمین لرزه مرگبار در اندونزیا 56 تن کشته شدند و 700 تن دیگر زخم برداشتند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. گذرگاه اسپین بولدک در قندهار پس از یک هفته انسداد در پی مذاکرات طالبان با مقامهای پاکستانی بر روی کالاهای تجارتی و مسافران باز شد. این گذرگاه در پی یک حمله مسلحانه به نظامیان مرزی پاکستان بسته شده بود. گفته میشد که پاکستان خواستار استرداد عامل تیراندازی بر نظامیان خود است و این کار را شرط بازگشایی گذرگاه اسپین بولدک تعیین کرده است. و گفته منابع در این حمله یک نظامی پاکستانی کشته شده است و 2 نفر دیگر زخم برداشتند. ادعا می‌شد که فرد مسلح اعضای طالبان است. این گروه هم او را فرد ناشناس خوانده بود. دیروز نیز گزارش شده بود که طالبان این فرد مسلح را به پاکستان تحویل داده، اما سخنگویان طالبان این ادعا را تکذیب کردند. با این حال مقام‌های محلی طالبان در قندهار میگویند که گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز دوشنبه 30 اکرب برای مسافران و موترهای تجاری باز شده است. طی روزهای اخیر تنش میان نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی افزایش یافته است. عصر دیروز منطقه مرزی ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا گواه درگیری شدید میان طالبان و نظامیان پاکستانی بود. گفته می شود که این درگیری تلفات نیز به همراه داشته است. مسئولان محلی طالبان در این زمینه چیزی نگفتند. خبرگزاری تصنیم به نقل از حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته است که کشورش خواستار ایجاد کمیسیون برای مبارزه با تروریسم با طالبان شده است. این خبرگزاری روز گذشته یک شنبه در گزارش افزوده است که تروریسم محدود به مرزها نیست و بی‌ثباتی در نبود امنیت در افغانستان بر همسایگان و کل منطقه تاثیر می‌گذارد. او اضافه کرده که اما ثبات افغانستان به گونه مستقیم به تشکیل یک حکومت فراگیر و مردمی در آن کشور بستگی دارد. نماینده ویژه ایران در افغانستان تاکید کرده که لازم است ایران و افغانستان برای مقابله با تهدیدات تروریستی کمیته مشترک امنیتی و تبادل اطلاعات را تشکیل دهند. آقای قمی همچنین از کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌های افغانستان خواهان کمک به این کشور در چارچوب یک کمیته هماهنگی یا امنیتی با افغانستان شده است. او گفت همسایگان افغانستان می‌توانند با آموزش نیروهای امنیتی، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات با طالبان همکاری کنند. این اظهارات نماینده ایران در افغانستان در حال است که کشورهای منطقه در نشست مشورتی مسکو همچنان از ادامه فعالیت گروه‌های مختلف از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از حمایت نقدی به بیش از 100,000 خانواده در زمستان پیشرو در افغانستان خبر داده است. یونیسف پس از چاشت روز دوشنبه 30 اکرب در توییت نوشته است که در افغانستان میلیون‌ها تن توانایی تامین نیازهای اولیه زندگیشان را ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که کمک‌های نقدی یکی از بهترین راه‌ها برای حمایت از خانواده‌های نیازمند در افغانستان است. یونیسف گفته است که قصد دارد در زمستان پیشرو برای 111,000 خانواده نیازمند در افغانستان کمک‌های نقدی فراهم کند. یونیسف در مورد مقدار کمک نقدی و خانواده‌هایی که قرار است از این کمک‌ها مستفید شوند چیزی نگفته است. گفتنی است که بخش‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد پیش از این از زمستان سرد و سخت در افغانستان هشدار داده بودند. زمین لرزه به بزرگی 5.6 ریشتری روز دوشنبه در استان جاوه غربی اندونزیا 56 کشته و حدود 700 زخمی بر جای گذاشت. امدادگران در تلاش برای رسیدن به بازماندگان گیر افتاده در زیر آواره هستند. مرکز زمین لرزه شهر سیانجور در حدود 75 کیلومتری جنوب شرقی جاکارتا پایتخت اعلام شده است. آژانس ملی بلایای طبیعی اندونزیا اعلام کرد که احتمالاً 23 نفر همچنان زیر آواره ساختمان‌های فرو ریخته محبوس هستند. عبدالمهری سخنگوی این سازمان گفت که بیش از 1770 خانه در سیانجور آسیب دیده و نزدیک به 3900 نفر آواره شدند. هرمان سوهرمن یک مقام دولتی در سیانجور به رسانه‌ها گفت که برخی از ساکنان زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر افتادند. کانال خبری مترو تیوی نشان داد که به نظر می‌رسد صدها قربانی در پارکینگ شفاخانه تحت مداوا هستند. آژانس بلایای طبیعی گفت که چندین خانه و یک مدرسه شبانه روزی اسلامی آسیب دیدند، در حالی که برق در منطقه قطع شد و ارتباطات را مختل کرد. سازمان هواشناسی این کشور اعلام کرد که زمین لرزه روز دوشنبه در سیانجور در حدود 75 کیلومتری جنوب شرقی جاکارتا
پایتخت و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و افزود هیچ احتمال برای سونامی وجود ندارد.